به نام خداوندی بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان ارجمند. درس دهم است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف زال. این دومین حرفی است که در زبان تاجیکی و در دیگر زبان ها وجود ندارد. اولین حرف ثا بود که ما گفته گذاشتیم و این دومین حرف است زال با پیشی دندان ها و با سری زبان، یعنی با دندان های پیش و با سری زبان تلفظ کرده می شود. ذیل دم، ذراع دست بازو، ذباب پشه. خب ذیل شکل تنهای کلمه است، جمعش ذیول و ازیال. ذراع جمعش اذرع و ذرعان. ذباب جمعش أذبة و ذبان. این بود درس دهم. تا درس نوبتی، خدا حافظ.